راحت باش، نفس عمیق بگیر و زندگی کن. اینها چیزهای خوبی است. به خاطر از اینکه هر اتفاقی که افتادنی باشه می‌افتد و معمولا ما انسان‌ها همیشه در تلاش از این هستیم که هر حالتی که بیایه یا اتفاق رخ بده از کوچکترین و جزئی‌ترین نقطه ممکنش مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم و تجزیه میکنیم و بالاخره در اکثر مواقع ما کنترل روی اتفاقاتی که بالای ما میافتد نداریم و همشان خارج از کنترل ماست. پس تشویش نکن. هر اتفاقی که افتادنی باشه بالاخره اتفاق میافتد. هر قدر تشویش بکنی چیز از مشکلاتت کم نمیشه. نه تنهایی که مشکلاتت کم نمیشه، فشار و ناراحتی زیادتر و بیشتر میشه و این تشویش باعث از این میشه که جلو لبخند، جلو خوشی و جلو اتفاقات خوبی که قرار است در زندگیت بیفته را میگیره. زندگی زیباست، امی جریان زندگی زیباست در کل. گاهی اوقات مشکلات و جگرخونی و سختی های خودم می داشته باشه زندگی. در کل اینمی سختی ها، مشکلات، جگرخونی، این چیزایی که در زندگی هستن مثل مرچ و مساله میمانه که ما در آشپزی بدون از اون نمیتونیم یک غذای کامل داشته باشیم. بدان زندگی هم مثل یک غذایی که در اون نیاز است باید مرچ و مساله داشته باشه و می شکل مشکلات هم نقش مرچ و مساله را در زندگی ما بازی میکنه. اگر قرار باشه زندگی بدون مشکل، زندگی بدون فشار، بدون ناکامی، بدون کدام ماجراجویی باشه، چقدر خسته کننده و دلگیر کننده خواهد بود. بنان اینمی مشکلات است که ما را قوی تر می سازه و ما را به انسانهای پخته تر و انسانهای می سازه که به تکامل برسیم. پس زندگی با امی بالا و پایینی هایی که داره هنوزم زیباست. امی جریان زندگی در کل زیباست. حتی زمانی که سردرگم میشی، غرق در مشکلات میشی و با چالش های رنگارنگ مواجه میشی و مبارزه میکنی، واقعا ارزشش داره. این زندگی واقعا ارزشش داره. زمانی که با مشکلات مقابله میکنی و موفق میشی که مشکلات زندگی خود را حل بکنی، مثل از این که به یک قله کوه بلند شدی و بالای سرت میبینی که کوه دیگه است و یک هیاهو، یک انگیزه به خاطر دوام دادن و رسیدن به قله بعدی داری. این حس زیباست. این حس زنده بودن در تو واقعا زیباست و دقیقاً این زمان است که بر رشد و تکامل میرسی و این را درک میکنی که زندگی واقعا ارزشش داره که آدم دوام بیاره و با سختی ها و مشکلات زندگی مقابله بکنه. ما ضرورت داریم به این که لحظات دشوار و سخت را پشت سر بگذارانیم و زمانی که مشکلات و سختی ها را پشت سر میگذارانیم و به عقب نگاه میکنیم که چقدر ما واقعا آدمای قوی بودیم که
با مشکلات و سختی ها مبارزه کردیم و بالاخره تانستیم که موفق شویم. این میتونه برای ما یک معنا ببخشه به زندگی ما، نه ای که ما خود را با مشکلات و اندکترین فشار که بالای ما میایه با تشویش و نگرانی خود را از بین ببریم. این نمیتونه ما را کمک کنه، بلکه بالای ذهن و روان ما فشار میاره و صدمه وارد میکنه و این تشویشا بالاخره به ضرر ما تمام میشه. و از این پس کوشش کنیم که روز خود را بدون تشویش آغاز کنیم. گرچند سخت و دشوار است، ولی هر کار خود را با اشتیاق کامل با لبخند انجام بدیم. با چی؟ با لبخند.